الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی با همراهی شمایان سلسله از درس‌های خود را شروع خواهیم نمود. امروز چگونه که الکی بیان کردیم، در بیان این کتابی که ما در دست داریم، کتاب تعظیم العلم، که الکی ما دو درس با همراهی شما گرفتیم. امروز جلسه دوم ما و شمایان از این کتاب بزرگوار، کتاب تعظیم علم، در بیان اخلاص نیت در آن، یعنی در طلب علم، اخلاص نیت در طلب علم با همراهی شمایان خواهیم گرفت باذن الله تعالی. و از الله سبحانه و تعالی توفیق طلب می‌نماییم که ما را در این راه و در این طلب علم کمک و دستگیری نماید و یاور ما و شمایان باشد. مؤلف شیخ صالح بن عبدالله ابن حمد العثیمی، الله او را در حفظ خود نگاه دارد، میگوید در حقیقت اخلاص در عملها پایه قبول شدن آنها، پایه قبول شدن تمام عملها و وسیله رسیدن به مقصد هاست. چگونه که الله سبحانه و تعالی در سوره بینه میفرماید: و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء. و آنان امر نشده بودند مگر برای آنکه الله را عبادت کنند با اخلاص کامل، تسلیم فرمان الله سبحانه و تعالی بگردند در دینی پاک او سبحانه و تعالی، همچنین در یکتاپرستی. و همچنین امام بخاری در کتاب صحیح خود، در صحیح بخاری، و امام مسلم نیز در کتاب صحیحش به این متن که بخاری آن را آورده است، از عبدالله ابن مسلمه روایت شده است که گفت: مالک به ما نقل کرده از یحیی ابن سعید، از محمد ابن ابراهیم، از علقمه، از عمر ابن خطاب رضی الله عنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: الاعمال بالنیات، به درستی که عملها به نیت آن وابستگی دارد، و لکل امرئ ما نوى، و هر کس با آن چیزی که نیت کرده است به آن میرسد، نه آنهایی که پیش دست شدند. اینجا نقطه خیلی مهم است، نه آنهایی که پیش دست شدند از گذشتگان صالح و نه آنهایی که به مقام رسیده اند، بجوز با اخلاص. یعنی در اینجا منظور این است که هر کسانی که پیش دست شدند از گذشتگان سلف صالح و آنهایی که به مقام بزرگ رسیدند به این نرسیدند، بجوز با اخلاص از برای الله سبحانه و تعالی، از برای پروردگار جهانیان. ابوبکر المروزی میگوید: من شنیدم که مرد با ابو عبدالله یعنی امام احمد ابن حنبل از صدق و اخلاص سخن گفت. پس ابو عبدالله در جواب گفت: انما ینال المرء علم على قدر اخلاصه. بسیار سخن نیکوی در اینجا امام احمد رحمه الله تعالی بیان کرد و فرمود که به درستی که انسان علم را با اندازه اخلاص خود به دست می آورد. تو چقدر با اخلاص باشی در دین الله سبحانه و تعالی، و واسه با همون اندازه اخلاصی که داری تو علم رو به دست میاری. پس هر انسان میزان و ترازی اخلاص خود رو در اینجا بنگرد و نظر کند با اعمال خود، چون شخص با اندازه اخلاص خود صاحب علم می شود و الله سبحانه و تعالی با اندازه آن اخلاصی که انسان در قلبش دارد او را موفق می‌گرداند. و بدون که اخلاص در علم، در آموزش علم، به دست آوردن علم به 4 اساس قرار میگیرد. اگر طالب علم، کسانی که خواهشمندی آموزش علم دارند، این 4 نیت را داشته باشند، نیت او در علم درست و قبول شده می شود. اولا رفع، یعنی دور کردن جهالت، ناآگاهی، جاهلی از خودش. این مسئله خیلی مهم است، الله خیرتون دهد. یعنی دانستن آن چیزهایی که الله از او میخواهد، تعلیم گرفتن آن مسائلی که انسان باید آن را تعلیم بگیرد، فرموده هایش و معنی کرده هایش و شناختی وظیفه های بندگی او در نزد الله سبحانه و تعالی. این اول. و دوم دور کردن جهالت از دیگران، ناآگاهی از دیگران، یعنی آموزانیدن آنها و راهنمایی کردن آنها به آن چیزی که برای دنیا و آخرت آنها سودمند است، نیکو است. گاهی بعضی مورد بعضی از انسانها را به سوی نیکویی راهنمایی میکنی از اینکه وی خوشحال بگردن، بلکه نسبت تو با گمانها میکنند. برای همین این مسئله خیلی مهم است در حیات انسان، که انسان هنگامی که علم رو میآموزد برای دور کردن جهالت از دیگران. سوم زنده نگاه داشتن علم و محافظت آن از گمشوی. زنده نگاه داشتن علم و محافظت کردن این علم از گمشوی، یعنی نگاه داشتن این علم و انتقال درست علم به دیگران، یعنی که رساندن درست علم به دیگران.
علم درست با شکل صحیح بر دیگران برسانی. چون امروزها هر کسی هر گروهی دارد، هر کسی به سوی هر چه دعوت می‌نماید، چیز نخوانده است، حتی از زبان عربی چیز بوی نمیبرد، اما امروزها برآمده در شبکه‌های اینترنتی دعوت‌ها را شروع می‌کنند. این ضررش بیشتر می‌گردد از اینکه منفعتش بر مردم بیشتر باشد. برای همین زنده نگاه داشتن علم و محافظت آن از گمشوی این با آموختن علم است و این را به مردم رسانیدن. سپس عملی کردن علم یعنی عمل کردن با آن چیزی که انسان می‌آموزد. پس اخلاص در علم بر 4 اساس قرار می‌گیرد. در طالب علم یکم دور کردن جهالت از خودش، دوم دور کردن جهالت از دیگران، سوم زنده نگاه داشتن علم و محافظت آن با تبلیغ این رساله و چهارم عمل کردن با این علم که این اساس همه این قاعده هاست. سپس می‌فرماید که فالعلم شجرة، پس علم مانند درخت است، والعمل ثمرة، و عمل باشد، عمل کردن با علم این ثمره آن است، میوه آن است. و انما یراد بالعلم للعمل، علما مراد از علم رو فقط برای عمل کردن می‌آموزند، نه برای چیز دیگری. فقط علم آموخته میشد برای عمل کردن. بارک الله فیکم. در حقیقت گذشتگان صالح، سلف صالح رحمت و مغفرت الله سبحانه و تعالی بر آنها باد، از آن میترسیدند که مبادا در جستجوی علم اخلاص را ندارند، یا اینکه مبادا در جستجوی علم اخلاصشان ضعیف بگردد. برای همین از دعوای داشتن اخلاص خود را باز می‌داشتند، نه به خاطر آنه که در دلشون اخلاص نبود در طلب علم، بلکه از ترس دعوای بیجا و کمال احتیاط این کارو میکردن. چگونه که هشام الدستوانی گفته است: والله قسم به الله ما استطيع ان اقول، نمیتوانم بگویم که، حتی میگن نمیتوانم بگویم، انی ذهبت یوما اطلب الحديث اريد به وجه الله عز وجل. قسم به الله نمیتوانم بگویم که حتی یک روز برای آموختن حدیث بیرون برآمده باشم و کاملا تنها برای رضای الله سبحانه و تعالی آن را قرار بدهم، یا قرار داشته باشم، یا که آن کار را تنها برای رضای الله انجام بدهم. و از امام احمد رحمه الله تعالی پرسیدند: هل طلبت العلم لله؟ آیا تو علم را تنها برای الله طلب کردی؟ آیا تو این علم را تنها از برای رضای الله سبحانه و تعالی آموختی؟ فقال گفت: لله عزیز. چه پاسخ نیکویی گفت در اینجا. قال لله عزیز، گفت الله بزرگ است، الله عزیز است. یعنی درک کمال اخلاص بسیار گران است، بسیار وزنین است. با کمال اخلاص رسیدن خیلی دشوار است. اما فرمودن که ولکنه شیء حبب الی فطلبته. چه سخنی زیبایی گفتن در اینجا، الله رحمت و مغفرتش کند. و فرمود که ولیکن سخن امام احمد را گوش بدهید و عبرت بگیرید. فرمودن که اما علم چیزی بود که دوستش داشتم، علم چیزی بود که در قلب من این محبوب قرار داده شد، برای همین طلبش کردم، برای همین من این علم را آموختم و طلب کردم. و شیخ در اینجا میفرماید که شیخ صالح: و من ضیع الاخلاص فاته علم کثیر و خیر وفیر. و هر کی اخلاص را از دست بدهد، علم و نعمت زیاد و بزرگی را از دست داده است. این سخن خیلی سخن زیبایی است. هر کی اخلاص را در طلب علم از دست بدهد، علم و نعمت زیاد و بزرگی را از دست داده است، چون اخلاص عزیز است. و هر کسی که راهی نجات و راستی را میخواهد، واجب است که این اصل یعنی اخلاص را در همه کارهایش بسنجد، در کارهای خرد و بزرگش، در کارهای پنهان و آشکارش. که این عملی که تو انجام میدهی به خاطر چی است؟ هر کاری خرد و بزرگه، هر یکی ما و شما هر عملی رو که انجام میدهیم، پس بینگریم آیا این به خاطر چی است؟ معلوم میگردد برای تو. و انسان ها به سوی این اخلاص بلند همتی یا اینکه خودسنجی داخل میگردند و نگاه داشتن نیت خیلی دشوار است. چگونه سفیان ثوری رحمه الله تعالی گفته است: ما عالجت شیئا اشد علی من نیت. من هیچ چیز را مانند نیتم سخت‌تر و مشکل‌تر در خود اصلاح نکردم، لانها تتقلب علی. به خاطر چیز میفرم زیرا آن یعنی نیت پیوسته تغییر می‌یابد. حتی سلیمان الحاشمی گفته است: ربما احدث بحدیث واحد ولی نیت. گاها یک حدیث میگویم و نیتی خوب دارم، فاذا اتیت علی بعضه تغیرت نیتی. اما هنگام گفتنش نیتم تغییر می‌یابد. فاذا الحديث واحد يحتاج الى نیت. سپس چی کلمه زیبایی گفتن این هنگام یعنی پس میبینم که برای یک حدیث چند نیت لازم است در انسان. شارح یعنی شیخ صالح العثیمی حفظه الله تعالی، الله او را موفق گرداند، میگوید مقعد دوم، نشست دوم را از مقعدهای اساسی بزرگ داشت علم
علم ذکر کرد و فرمود که اخلاص در نیت و حقیقت اخلاص در شریعت باشد تسویه القلب من اراده غیر الله. حقیقت اخلاص این پاکسازی دل از اراده های غیر الله است. پاکسازی دل از اراده های غیر الله است و معنای اخلاص بر دو اساس یا که بر دو چیز اساس می‌یابد. اخلاص بر دو چیز اساس می‌یابد که این خیلی مهم است در حیات هر یکی ما و شمایان. و فرمود پاکسازی دل، اولین چیز پاکسازی دل یعنی تازه نگاه داشتن دل از هر گونه آلودگی یا عامل‌هایی که نیت شخص را فساد می‌کند. این خیلی مشکل است. بسیاری از کسان از ناپاکی دل محروم میشن از بسیار نعمت‌های عظیمه. دوم به الله بستگی کردن و این پاکی را با او پیوند کردن، یعنی نیتی پاک باید فقط برای رضای الله باشد و آن را یگام چیزی دیگر مانند خواستن تعریف و مدح و ستایش یا جلب توجه مردم یا منفعت دنیوی نباشد. بار دیگر ما گفتیم اخلاص این پاکسازی دل از اراده های غیر الله است و معنای اخلاص بر دو چیز اساس می‌یابد. یکم پاکسازی دل، تازه نگاه داشتن دل از هر گونه آلودگی ها یا عامل هایی که نیت شخص را فساد میکند. دوم به الله بستگی کردن این پاکی، یعنی نیتی پاک باید فقط برای رضای الله باشد و آن را یگام چیز دیگری مانند خواستن تعریف مدح و ستایش مردم یا جلب توجه مردم به سوی خود یا منفعت دنیوی قرار ندهد و با این سبب ها نابود نسازد اگر در نیت جایگیر شد این چیز. سپس شرح دهنده با نظم چنین اشاره میکند اخلاص به الله پاک ساختن دل است. اخلاص به الله این پاک سازی دل است از هر نیت بجز او. پس احتیاط کن ای دانا. مؤلف سبب ضروریت اخلاص را در آموزش علم چنین بیان میکند. خوب گوش دهید. میفرماید که این اخلاص الاعمال اساس قبولها و سلم وصولها. در حقیقت اخلاص پایه قبول شدن عمل هاست. اخلاص این پایه قبول شدن تمام عمل هاست و زینه رسیدن به مقصد هاست. یعنی راه بزرگترین قبول شدن عمل و رسیدن به آن به نزد الله سبحانه و تعالی با قبول کمال این است که آن عمل با اخلاص کامل انجام بیابد. و سپس مؤلف رحمه الله تعالی در اینجا فرمود و ما سبق من سبق ولا واصل من واصل من السلف الصالحین الا بالاخلاص لله رب العالمین. چیزی با ذکر کرد. گفت هیچ کسی از گذشتگان سلف صالح از دیگران نیز پیش نمی افتاد و به مقام نمی رسید، به مقامی که داشتن نمی رسیدن مگر با آنکه با اخلاص از برای الله سبحانه و تعالی و پروردگار عالمیان عمل میکردند و بعضی حالات ها را از زندگی آنها یادآور شد تا چنین نشان بدهد که آنها با آنچه که تا اندازه در عمل اخلاص میکردند. و سپس فرمود مؤلف و انما ینال المرء علم على قدر اخلاصه. به درستی که آدم به قدر اخلاص خود علم را به دست میآورد. پس اگر اخلاص بنده بزرگ باشد فیض او از علم نیز بهره‌مند میشود و بزرگ خواهد شد. ابن عباس رضی الله عنهما فرمودند. ابن عباس برای همه ما شما معلوم است کی است. مفسر قرآن گفتند که انما یحفظ المرء على قدر نیته. آدم تنها با اندازه نیت خود علم را نگاه می‌دارد. این را ابن عساکر و دیگران روایت کردند. سپس مؤلف رحمه الله تعالی بیان کرد که اخلاص در علم بر چهار اساس قرار میگیرد. با این چهار نیت طلب علم درست میگردد. یکم خواستن برداشتن جهل از خودش، یعنی شخص علم را برای آن بیاموزد که در دینش نادان نگردد، در دینش نادان نباشد و خود را از بندهای جهل رهایی بخشد و چه چیزهایی بر او واجب است از بندگی و پروردگارش بداند و مقصدهای فرمان و نهی امر و نهیهای شریعت را بفهمد. دوم خواستن برداشتن جهل از دیگران، یعنی علم را میآموزد تا دیگران را تعلیم دهد، آنها را به سوی حق راهنمایی کند، به نیکی و راه راست، راه صراط مستقیم آنها را راهنمایی کند. زنده نگاه داشتن علم از حفظ آن و حفظ آن از گم شدن، یعنی شخص علم را برای آن میآموزد که آن را در بین مردم پهن بگرداند، پهن بسازد تا این علم فراموش نشود و از امت اسلامی هم این علم ناپدید و گم نگردد و عمل کردن در آخر با این علمی که تو آموختی و تعلیم گرفتی، با این علم باید تو عمل کنی. یعنی هنگام آموختن علم نیتش چنین باشد که من این علم را برای عمل کردن به آن میآموزم، نه تنها برای سخن گفتن یا مدح و ستایش دیگران. پس بدون اگر هر کسی که میخواهد نیتی پاک و پاکیزه داشته باشد، پس باید علم را خالصانه، عملش را خالصانه با دل صاف از برای پروردگار قرار بدهد. باید این چهار اساس را رعایت نماید و دلش با آن نیتها گواه باشد و در عملش آن را ظاهر بگرداند، نه مجرد جمع کردن معلومات در ذهن خودت که درد سر خود میگردد در آینده.
میکردند. چون علما میفرمایند که العالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، عالمی که با علم خود عمل نمیکند پیش از بت پرستان عذاب کرده میشود. مؤلف همه این 4 اساسی که بیان کردیم با 2 بیت زیرین ذکر کرد. گفتن که نیت علم برداشتن جهل است، اول از خود بعد از مردمان است، پس از آن حفظ علم از گم شدن و عمل کردن به آن علم که با آن علم ثابت شدن است. سپس مؤلف حفظه الله تعالی شیخ صالح العثیمی ذکر میکنه که سلف صالح رحمهم الله تعالی اخلاص را خوب میدونستند و در عمل خود آن را جویا بودند، میگفتند، ولی با وجود آن که اخلاص داشتند از نرسیدن اخلاص ترس داشتند. سبحان الله. و در دل از خود میترسیدند که شاید کار آنها برای الله سبحانه و تعالی خالص نباشد. وقتی که این سخنها بر دوش ما و شما میرسند ما باید از آن عملهایی که انجام میدیم بترسیم. مؤلف حفظه الله تعالی بعضی از سخنان و حالتهای آنها را آورده است که نشان میدهد که آنها تا چی اندازه احتیاط میکردند و با قلب خود کار میکردند. و سپس مؤلف حفظه الله تعالی میگوید که هر کسی که اخلاص را از دست بدهد، هر کسی که اخلاص را میفرماید اگر از دست بدهد، از علمهای بسیار و از خیر و برکت و فراوانیهای بسیار محروم بشود. پروردگار ما را از این محروم مساز. پروردگار ما را از بندگان با اخلاص قرار بده. و سپس میفرماید که هر شخصی که میخواد اگر نجات یابد و در کارهایش برکت پیدا شود، باید در همه امورش اخلاص را جوید. در همه امورش اخلاص را جویا شود، خواه کاری خرد باشد یا کلان، پنهان باشد یا آشکار. میفرماید که زیرا اصلاح نیت کاری آسان نیست، اصلاح نیت کاری دشوار است. و فرمود که معتدل بودن در اخلاص، نگاه داشتن نیت خیلی سخت است، چون انسان همیشه در نفس خود با جنگ است و نیت انسان هر لحظه و زود عوض می شود. از همین سبب باید اخلاص رو پیوسته تفتیش کنه در نفس خودش. با انسان‌های اخلاصمند و دین دوستدار، عالمان و دانشمندان بنشیند و همیشه از آنها توصیه بگیرد. اگر این کار را ترک کرد، هلاکت به سراغ او خواهد آمد. سفیان ثوری رحمه الله تعالی میگوید من هیچ چیز را مثل نیت سخت‌تر اصلاح نکردم، زیرا آن پیوسته در تغییرات تغییر می‌یافت. زیرا نیت انسان در قلب انسان قرار دارد و خودی قلب زود تغییر می‌یابد، تغییر یابنده است. یک حالت را نمی‌دارد، در یک حالت نیست. چنانکه در بیت معروف آمده است قلب را قلب گفتند برای تغییر و تبدیل آن، پس احتیاط کن از قلبی که برگردد و دیگر شود. سلیمان الحاشمی میگوید که گاه یک حدیث میگویم و نیت خوب دارم، یک سخن را میگویم، یک حدیث را میگویم، ولی که با نیت خوب دارم، ولی هنوز با قسم دیگری آن نرسیدم که نیت هم دیگر میشود. و معنای این گفته انسان باید نیتش را دائم نظارت کند، هرگاه که تغییر مییابد باز آن را با نیت اخلاص برگرداند. و بدونید برادران و خواهران گرامی که ما باید پیوسته نیت خود را اصلاح کنیم، آن را با مقصد خالصی که اول داشتیم بر بگردانیم. حالا هم دیر نشده است، حالا هم فرصت داری، حالا هم میتوانی که باز بگردی و آن اخلاصی که داشتی با آن اخلاص پیوست شوی. بدون که اگر عوض شد، اگر زود عوض شد، آن را بررسی کن و اصلاح کن. اگر دیر کردی، بدون که قدم اولین را واسه هلاکت الکی گذاشتی. و شیخ میفرماید که مقصد ما از گفتن به امر شرعی برگرداند نیت را این است که نیت باید موافق فرمان و خواهش شرعی، یعنی موافق فرمان الله باشد. و هرگاه اگر چیزی پیدا شود که نیت را تغییر میدهد، یعنی نیت را از اخلاص دور میسازد، نیت را از اخلاص و نزدیکونی بنده با پروردگارش دور میگرداند با یک نیت مباح دیگر. خوب دقت دهید چه سخن خوب میگوید. میگه هرگاه چیزی پیدا شود که نیت را میخواد تغییر بدهد یا که نیت را تغییر میدهد، یعنی نیت را از اخلاص به نزدیکونی به الله سبحانه و تعالی با یک نیتی که امر مباح، بی پاداش، بی گناه تبدیل میدهد. یعنی که انسان مقصدهای نیتهای بلند دارد، ولی این نیت انسان با واسطه شیطانهای انسی و جنی تغییر مییابد. نیتهای پایانتر، یعنی یک کار دیگری که وای مباح است، اصلا پاداش ندارد، ولی جایز است، گناه نیست، و این تبدیلش میدهد، پایانش میکند، در حالی که انسان از این بی‌خبر است. پس انسان در این حالت تلاش نماید که آن را بر بگرداند. انسان در این حالت تلاش نماید آن نیت و قصدی که داشت آن را باز بگرداند. اگر چیز نیت را فاسد یا که بد کند، نیت را با یک نیت خوب تبدیل بدهد، نه اینکه با نظام گناه یا نیت حرام آن را تبدیل بدهد. چون گاه انسان کاری نه که با نیت خالص آغاز میکند، اما مدت وقت میگذرد که نیتش تغییر مییابد. چی بسا این گونه انسان بسیار هستند. الله ما را با اخلاص قرار بدهد، اخلاص ما را به خاطر خودش قرار بدهد و ما را همیشه با اخلاص نگاه بداره و با اخلاص بمیراند. گاه نیت نزدیک شدن بنده با الله را انسان از دست میدهد. سبب چی است؟ خواهشات نفس، پیروی از هوا و هوس نفس است و فقط به یک کاری عادی مباح چنگ میزند که نه ثواب دارد نه گناه است و با این با خوشحال میگردد. گمان میبرد که من کاری خوب کردم. گاه میشود که نیت خوب انسان به نیت بد تبدیل میشود. پناه به سوی الله. یک مثال در این شیخ میزند، میگه کسی میرود به مجلس های علم، اول نیت خوب دارد، آموختن علم و نزدیک شوی
به الله سبحانه و تعالی. اما بعد یک چند وقت این مجلس ها را با فرصت برای سیاحت کردن تبدیل می‌دهد. کسی می‌خواد نیت قوی در طلب علم نماید، علم بیاموزد، هجرت کند، نیت انسان در این حالت در حال تغییر می‌یابد، یا برای فارغ شدن با زندگانی شخصی خود، نه برای آموختن یا برای اخلاص. پس این در این حالت انسان دیگر نیتش مباح می‌شود. این نه گناه است و نه ثواب است. این عملش بد نیست، ولی اخلاص را از دست داد، مقام‌های عالی را از دست داد. این علامت کم شدن و کاهشی اخلاص بنده می‌گردد. وقتی که یک شخص به مجلس‌های علم می‌آید، شاید نیت خوبی داشت، آموختن علم و بعد از آوردن نفعی منفعت نیتش شاید تغییر بیابد و میگوید مثلا گویا او یعنی که طالب علم خود را در حالت می‌بیند که معلم در عکس این علم خود را به او می‌آموزاند. او تلاش می‌کند که علم را به دست بیارد، اما به خاطر در میان مردم مقام پیدا نماید، نه از روی تحقیق و فهمش عمیق، بلکه برای شهرت و بالا رفتن. ولی این مقصدی بد و نیتی غلط است، زیرا او می‌خواهد علمی که می‌آموزد و به نظر می‌رسد که او را از مردم بالا بشمارد، که او را به از مردم قدرش را بالا بکند. اما چی فایده از این علم است؟ چی فایده از این بلند شدن است؟ چی فایده از این مرتبه بالاست وقتی که مقابلت با الله سبحانه و تعالی باشد، وقتی که مقابلت با ضد فرمان الله باشد، وقتی که مقابلت با ضد امرهای الله باشد؟ پس این چی حالت ذلت است، پستی و خواری است که انسان در این خود افتاده است، اما تا حال در نکرده است. فقط برای خودش مثال‌ها و با حجت‌ها و دلیل‌ها میاره که خیلی امر مباح است و حرام نیست و جایز نیست و روا نیست. الله سبحانه و تعالی ما و شما را از نتیجه‌های بدی نیت و اعمال بد نگاه بدارد و مقصد اساسی این است که بنده الله کوشش میکند که نیت خود را درست سازد. اگر چنین حالت‌ها بر او رخ داد، نیت خود را به حالت اساسی آن نیکو و تازه نماید و برگردد، فرصت هست همیشه. و این درست کردن نیت در نظر و تعلیمات سلف صالح برای آنها از اهمیت بزرگ و دشوار برخوردار بود، زیرا نیت‌ها در دل قرار دارد و دل همیشه تغییر پذیر است. برای انسان، برای ما و شمایان یک نیت میتواند وجود داشته باشد ولی خیلی زود تغییر می‌یابد، مانند آن که سلیمان الحاشمی که در بالا ذکر یادآوری کرد که انسان آغاز میکند و حدیث رسول صلی الله علیه و سلم روایت میکند تا اینکه نامش در روی خطی روایت کنندگان یادآوری شود، ولی هنگام روایت هدف دیگری بر او میآید که نیت او را از مقصدهای اساسی خود دور میسازد. چی بسا مردمی هستند که به خاطر هوا و هوس نفس خود مقصدهای بالا و اساس را ترک کردند و از آن روی گردانیدند. پس در آخر همین را میگویم که هر یکی ما و شما برادران و خواهران گرامی برای برقرار کردن نیت و حالت اصلی خود احتیاج داریم که به سوی پروردگار خالصانه باز بگردیم و او را نیکومندانه عبادت کنیم و او سبحانه و تعالی را فرمان برداری کنیم و از نافرمانی او دوری بجوییم و نگذاریم که نفس های ما و شمایان بر نیت ما و شما غلبه کند. اگر غلبه کرد به سوی پروردگار توبه میکنی، باز میگردی، نفس خود را اصلاح میکنی، باشد که الله سبحانه و تعالی تو را به سوی نیکویی راهنمایی کند. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.